Hallo liebe Leute, ich hoffe, dass es euch wie immer sehr gut und prima geht. سلام به همگی، بهروان هستم، مدرس زبان آلمانی. خوشحالم که دوباره با یک قسمت دیگه میتونم در خدمت شما عزیزان باشم. قبل از اینکه بخوایم شروع بکنیم ازتون میخوام تشکر بکنم بابت تمام عشق و محبتی که به دوره دادی، دوره‌ای که به صورت رایگان توی این کانال براتون قرار دادین. ممنونم از همگی. و بعد از مدتی برگشتم مثل همیشه با آموزش بخش ماگازین دروس 10 تا 12 از کتاب مومنته سطح آ1 این بخش ماگازین آخر این سطحمون هستش واسه بخش آ1 و کلا توی این بخش ماگازین ما یه سری موارد لزنی رو ارائه کرده که راجع به یه سری مسائل سیاسی تاریخی آلمان هستش. مثل این صفحه بسیار صفحه جالبی و خیلی دوستش دارم خودم و خیلی متن جالبی آورده از تجربیات افراد در زمان فرو ریختن دیوار برلین و البته یه سری صفحات باز لزن و فیلم دیگه آورده و مثل مطالب تکنولوژی و اینجور چیزا که همش خیلی جالبه. یه فیلم داره نهایتاً که فیلمشو با هم می‌بینیم و این چیزا. So, Magazin Lektion 10 bis 12. Hier haben wir ein Foto von Berlin in Deutschland, also zurück im Jahr 1989. یک عکس اینجا می‌بینیم از برلین سال 1989 در زمانی که دیوار برلین فرو ریخت و آلمان شرقی و غربی با متحد شدن و متنایی آورده راجبش در ارتباط تجربه اشخاص از اون دوران، چیزی که شنیدن و دیدن و این داستانا. So, lesen haben wir hier. Lesen اینجا نوشته که sehen Sie das Foto und den Plan an und ordnen Sie zu. میگه عکس رو و این نقشه رو ببینید و وصل بکنید. یعنی بگیم که هر کدوم از این چیزایی که اینجا آورده به صورت 1 2 3 4 1 2 3 4 5 به کدومی که از این موارد متصل میشن. مثلا 4 و 4 رو زده die Grenze یعنی مرز. die Grenze Leute bedeutet مرز. میشه همون مرز border. خب اینجا به عکس خب مشخصه دیگه عکسی که بهتون گفتم از اون نوشته اینجا چکی نوشته که 9 bis 10 نوامبر 1989 Mauerfall in Berlin. در واقع 9 تا 10 نوامبر 1989 فرو ریختن دیوار در برلین. ماوافال بچه‌ها میشه فرو ریختن دیوار. کلا ماوا میشه دیوار. حالا ما منظورم هم دیوار برلین دیگه. فال هم همون فرو ریختنش میشه. خب اینجا چی داریم؟ خب یک 4 رو که خودش داره گرنسه دی ماوا خودش خب این سوای میتونه باشه خودش دیوار این چیزی که جدا کرده سوایه. danach haben wir das Brandenburger Tor خب این 5 مشخصه همین مانیومنت معروف آلمان هست این که این دروازه براندنبورگ هستش. یه جای تاریخی بسیار معروف توی برلین هست و در این فرو ریختن دیوار برلین هم نقش سمبولیکی رو تابرموز ایفا کرده و چیزا دیگه که در اینجا داریم مشخصه که اوست برلین DDR و یک وست برلین BRD هستش. خب بچه‌ها همونجوری که مشخصه اوست برلین DDR این بخش دقای میشه دیگه یعنی آلمان شرقی. DDR یک مخفف بسیار مهم هست، اینو حتما سعی کنید بدونید. اگه نمیدونید کسی که حالا مطالعهشون زیاده 100% اینو میدونن، ولی مخفف دویچه از دموکراتیشه از رپوبلیک هستش، یعنی جمهوری دموکراتیک آلمان که میشه آلمان شرقی که یک سیستم کمونیستی داشته زیر نظر شوروی و شرق و اینا بوده، بلوک شرق و این داستانا بوده و خب اصلا کسی اجازه نداشته ازش به سمت غرب بره و با اینکه مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادی اونجا برقرار بوده به خاطر سیستم کمونیستی و تسلط شرقی که اونجا بوده، برعکس BRD که تسلط آمریکا و کشورهای غربی مثل فرانسه و بریتانیا روش بوده و خب این شرط بهتری رو داشته و در نهایت اینا با هم دیگه تلفیق میشن و کلا سیستم بیشتر میتونیم بگیم همون BRD یا آلمان غربی حاکم میشه بر آلمان تا به امروز. پس این DDR میشه دویچه دموکراتیشه رپوبلیک یعنی جمهوری دموکراتیک آلمان و وست برلین BRD که اینجا Bundes 1 BRD بچه‌ها میشه Bundesrepublik Deutschland. بچه‌ها BRD به Bundesrepublik Deutschland معروف بوده، یعنی در واقع جمهوری فدرال آلمان. Bundesrepublik Deutschland. حالا من اینجا جا ندارم ولی اینو بدونی که DDR Deutsche Demokratische Republik میشه و BRD Bundesrepublik Deutschland که
عملا آلمان غربی بوده به عقد بوندسرپوبلیک دویچلند و همونجور که بهتون گفتم تسلط کشور غربی و کلا سیستم غربی برش حاکم بود. زولویته این از این. حالا بریم ببینیم که تکستاشو بخونیم ببینیم که این افراد راجع به چی صحبت کردن. سوالی که اینجا مطرح کردن نمیشه was haben Sie da gemacht was haben Sie da gemacht میگه اونجا شما چه کار کردید. دا میگه 1998 میگه سال 1989 da habe ich noch gar nichts gemacht میگه که من اونجا هیچ کاری نمی کردم، یعنی عملا اصلا نبوده. میگه که ich bin 1991 geboren میگه من سال 1991 به دنیا آمدم. ich bin geboren بچه این فرمت کلا میشه من به دنیا آمدم. و دقت کنید بچه قبل از اینکه ادامه بدیم من بهتون بگم که خب ما میدونیم که از سال 1945 دیگه بعد از پایان جنگ جهانی دوم و سقوط سیستم نازی دیگه این آلمان دو تیکه شد و تا سال 1989 این ادامه داشت که نهایتاً دوباره اتحاد اینهایت آلمان رو دیدیم. پس این هم یکی از چیزای تاریخی دیگه هست که مهمه راجع به این موضوع. میگه aber meine Mutter war bis 1990 in West-Berlin. اما میگه چی؟ یا میگه مادر من تا سال 1990 توی برلین غربی بود. میگه مامانم تا سال 1990 توی برلین غربی بود، وست برلین بود دیگه، چون برلین هم دو تیکه شده بود. Sie hat dort studiert. میگه اون اونجا در واقع درس میخوند. In der Nacht vom 9. bis zum 10. November 1989 ist sie mit Freunden zur Mauer am Brandenburger Tor gegangen. میگه در شب 9 تا 10 نوامبر 1989 اون به همراه دوستاش به دیوار در براندنبورگر تور رفت. پس اینجا یه فاصله داریم که vom 9. bis also vom 9. zum 10. از 9 تا 10 نوامبر و خودش هم سالش مشخص که میگه ایسی mit Freunden با دوستاش mit Freunden میگه با دوستاش، حالا با دوستایی که داشته. zur Mauer به دیوار در براندنبورگر تور. اینجا am براندنبورگر تور این ام حرف اضافه این براندنبورگر تور هستش، میگیم یعنی دم براندنبورگر تور یا در نزدیکی یا مثلا جفت براندنبورگر تور به اون مثلا جهت رفتش که جمله پرفکت هستش. تو درس 12 پرفکت با زاین بچه‌ها ما خوندیم، هم درس قبلی میشه. ایست گگانگن فعل زاین رو صرف کرده و گذشته گهن که شده گگانگن. این گرامرش رو میتونید از اون ویدیو آموزش درس 12 همین کتاب و همین سطح آیه کیک ببینید. میگه da waren tausende Menschen aus Ostberlin und aus Westberlin. میگه که اونجا هزاران نفر از برلین شرقی و از برلین غربی بودن. tausende Menschen یعنی هزاران آدم، هزاران نفر. da waren میگه بودند. بعد میگه که für die war das alles ganz aufregend und neu. میگه برای کسایی که اون خیلی چیز جدید و خیلی در واقع هیجان انگیز و مثلا چیز نوعی بوده. für die میگه für die میگه برای آنها، این دی بچه‌ها به این tausende Menschen برمیگرده. war das میگه اون بود alles ganz aufregend und neu میگه همش خیلی هیجان انگیز و در واقع جدید بوده. so und sie haben gewusst میگه چی؟ و اون sie haben gewusst و اونا میدونستن که für die DDR ist das der Anfang vom Ende و اونا میدونستن که میگه چی؟ اون sie haben gewusst یعنی که اونا میدونستن. gewusst بچه‌ها گذشته فعل ویسن دیگه، من اینجا ریز مینویسم. اون sie haben gewusst یعنی اونها میدونستن. haben gewusst ساختار پرفکت فعل ویسن هست و که باز haben پرفکت شده. پس اینم دقت بکنین. میگه اونا میدونستن که چی رو میدونستن؟ für die DDR ist das der Anfang vom Ende که میگه برای DDR در واقع برای Deutsche Demokratische Republik، برای در واقع جمهوری دموکراتیک آلمان، همون آلمان شرقی، آلمان کمونیستی، ist das der Anfang vom Ende یعنی میگه اول پایانشونه، اول سقوطشونه، یعنی میگه دیگه قرار سقوط بکن، قراره که تموم بشه کارشون. Anfang بچه میشه همون start شروع. vom Ende میگیم از end دیگه، از end در واقع از پایان، میگه یعنی شروع پایانشون بود. اینو میگه اونا میدونستن. das hat meine Mutter gesagt میگه اینو مادرم گفته. که خب بله همینجوری بود دیگه. براش میدونیم که دیگه کلا سیاست‌های تو آلمان کاملا غربی اروپایی شد، چیزی که الان تا حال در واقع غالب بوده. و اصلا من خودم بخوام راجعش نظرمو بگم، به نظر من هم واقعا همین که این اتفاق افتاد و آلمان متحد شد سبب پیشرفت خیلی بیشتر آلمان شد تا به امروز توی این مدت طولانی. و عملا توی این 30-40 سال میتونیم بگیم که نتیجه همین اتحاد دوباره آلمان بوده که
آلمان انقدر پیشرفت کرده و این چیزی که خیلی راجع به آلمان جالبه و تاریخ پرفراز نشبی که داره شاید خیلی حالا ندونن همچنان، ولی بسیار خواندنی و جالب هستش. من خودم خیلی واسم جالبه و چیزی که راجبش تا الان متوجه شدیم. اوکی، خب پس این برای این تیکه. بریم برای پاراگراف بعدی بچه ها. 1989 haben wir in Ostberlin gelebt. میگه در سال 1989 ما در برلین شرقی اوست برلین زندگی میکنیم. gelebt بچه ها گذشته فعل لبن دیگه، پرفکت لبن. Ich hatte Probleme mit meinem Mann. میگه من این مشکلاتی با شوهرم داشتم. Ich hatte بچه ها گذشته در واقع پرتقی تو مهابه هست، فعل داشتم. میگه Problem این مشکلاتی میگه با همسرم داشتم، با شوهرم داشتم. mit meinem Mann. Ich weiß noch genau. میگه من همچنان خیلی دقیق میدونم که genau بچه میشه دقیق دیگه، چیزی که خودم هم میگم آردی. میگه am 9. November hatten wir richtig Stress. میگه که در واقع 9 نوامبر ما استرس زیادی داشتیم. بچه richtig Stress به معنی کنه استرس زیاد هستش. این richtig شدت بخشیده به این واژمون و اینجا richtig رو به زیاد میتونیم معنی بکنیم. یا استرس واقعا مثلا مشهودی داشتیم، استرس داشتن دیگه. میگه 17 Uhr habe ich dann eine Schlaftablette genommen. میگه ساعت 5 عصر من اون موقعی که در واقع قرص خواب خوردم. بچه کلا قرص خوردن و دارو خوردن ما با فعل nehmen که اینجا گنومن کرده میگیم فعل nehmen استفاده میکنیم. medicament nehmen یعنی دارو رو گرفتن، یه جورایی خوردنشو میگیم nehmen. میگه پس یه قرص خواب Schlaftablette میگه قرص خواب خوردم. بعد میگه چه اونها به فست geschlafen میگه و بعدش همینجوری گرفتم سفت خوابیدم. یعنی میگه که همینجوری گرفتم تخت خوابیدم. بچا فست geschlafen میگه خیلی تخت خوابیدم. فست اینجا کلا به معنی تخت ثابت بدون تغییر هستش. geschlafen هم که پرفکت schlafen دیگه. میگه همینجوری گرفتم تخت خوابیدم. am nächsten Morgen war ich allein. میگه که صبح بعدش من تنها بودم. am nächsten Morgen یعنی میگه صبح بعدش، یعنی صبح 10 نوامبر من تنها بودم. alone بودم. alone میشه alone تنها. میگه من تنها بودم صبح بعدش. مشخصا شوهرش گذاشته بود رفته بود. auf dem Küchentisch war ein Zettel. میگه که بر روی میز آشپزخانه که نوشته بود. zettel بچه میشه نوشته. Küchentisch هم میگیم که میز آشپزخانه. میگه bin in den Westen gegangen. یعنی که میگه چی؟ یعنی که به غرب رفتم. وستن میگیم به غرب دیگه. میگه این bin in den Westen gegangen. میگه به غرب رفتم. این شوهر نوشته دیگه. Jetzt ist er weg für immer. میگه اون الان برای همیشه رفت و از من دور شد. Jetzt ist er weg für immer یعنی که اون برای همیشه رفت. بچا weg sein اینجا که میگه ist weg عبارت کلا weg sein با فعل sein که گفته میشه یعنی به معنی دور شدن، گم شدن، رفتن، یه مسیر زیادی رو رفتن و کلا از اون شخص جدا شدن. این همچین معنیه. مثلا وقتی که میگه ich bin weg یعنی که مثلا من رفتم، یعنی مثلا من دور شدم، من رفتم. ich bin weg. میگه da habe ich gedacht. میگه من اینجوری فکر کردم. gedacht گذشته فعل denken. تیکه. Dann habe ich im Radio gehört. میگه باش تو رادیو شنیدم که was passiert ist. میگه باش تو رادیو شنیدم که چه اتفاقی افتاده. میگه tja آره دیگه. Die DDR gibt es schon lange nicht mehr. میگه که در واقع سیستم دویچه دموکراتیسche رپوبلیک gibt es schon lange nicht mehr. میگه که دیگه خیلی وقته که دیگه چی DDR وجود نداره. gibt es schon lange nicht mehr. میگه که دیگه کلا آلمان دموکراتیک، آلمان کمونیستی دیگه وجود نداره. aber Thomas und ich sind immer noch zusammen. میگه اما من و توماس همچنان با هم دیگه هستیم. zusammen یعنی با هم هستیم. یعنی با این که میگه آلمان شرقی سقوط کرد و آلمان متحد شد، ولی میگه هنوز من و شوهرم با هم هستیم، با اینکه اون رفته بود مثلا سمت غرب، برای من هنوز شرق مونده بودم. یه همین چیز جالبی که از کریستا خوندیم هم که بالایش هم که داوید گفته بود. بریم برای بعدی از آرنو. was آرنو gesagt hat. خب اینجا آرنو هم داستان بسیار جذابی رو داره تعریف میکنه. میگه که meine Eltern hatten ein Ferienhaus in Süditalien. میگه که والدین من یک خانه تعطیلات، Ferienhaus میشه بچه‌ها خانه تعطیلات، یک خانه تعطیلات در ایتالیای جنوبی داشتن. hatten ein Ferienhaus in Süditalien. والدینم یک خانه تعطیلات در ایتالیای جنوبی داشتن. meine Freundin und ich haben im November 1989 unseren ersten gemeinsamen Urlaub da gemacht. میگه که دوست دخترم و من با همدیگه در نوامبر 1989 اولین در واقع سفر و تعطیلات مشترکمون رو اونجا داشتیم. خب بچه‌ها اینجا نگاه کنید. من فقط که مشخصه، خب این پارتنرش رو داره میگه. این نوامبر هم که اینجا مشخصه، ولی اینجا که میگه unseren ersten gemeinsamen Urlaub، این کل این واژه میشه در واقع تعطیلات و سفر
اولین تعطیلات یا سفر مشترک ما میشه. اون زمان خب میشه مال ما، این زمین ملکی ویا هستش بچه‌ها، پوزسیو آرتیکل پس پوزسیو پرونومن ویا هست، ارسن میشه اولین. اگه ما این زمان میشه مشترک بچه‌ها، این عبارت میشه مشترک. از ارسن که میگه اولین، اورلاو هم که میدونی همون تعطیلات دیگه، میگه که اولین تعطیلات یا سفر مشترکمون با هم دیگه داشتیم. داگماخ میگه اونجا رفتیم و انجام دادیم. بچه اورلاو ما با فعل ماخن میگیم معمولا، اورلاو ماخن، این عبارتیه حتما حفظش کنیم به خاطر بسپاری. اورلاو ماخن زاگن ویا، تعطیلات مثلا رفتند، سفر رفتن، یعنی اونا واسه خودشون رفتن اونجا قشنگ اشغال کردن و توی جنوب ایتالیا با هم تفریح کردن. این چیزی که عملا اصلا میگه مثلا در جریان سقوط و ریزش در واقع این منحل شدن این مرز آلمان نبودیم. میگه ویا واقعا توتال فرلیپت، میگه ما واقعا عاشق بودیم. ویا واقعا توتال فرلیپت، فرلیپت باشه میشه عاشق، میگه ما واقعا عاشق بودیم. فرلیپت زاین با فعل زاین هم گفته میشه که اینجا واقعا گذاشتش کرده. توتال هم که میگه کاملا، این شدت داده. فون ماوافال haben wir nichts gehört، میگه ما از سقوط دیوار، در واقع از ریزش این دیوار، خراب شدن دیوار برلین ما هیچ چیزی نشنیدیم. haben wir nichts gehört فعل hören دیگه، گذشته فعل hören، میگه یعنی هیچ چیزی نشنیدیم، مثلا چی شده، چه اتفاق افتاده. am nächsten Tag sind wir für einkaufen gegangen، میگه روز بعدش ما رفتیم خرید، رفته بودیم خرید، در واقع sind gegangen گذشته فعل gehen با فعل sein، einkaufen در واقع میگه خرید رفته بودیم. Und da hat im Supermarkt eine Frau gesagt، و اونجا یه خانمی در سوپرمارکت گفت Berlino die Mauer grazie Dio und wir was ist los. خب خانم اینجا گفته که چی؟ تعجب خودش نشون داده، میگه برلینو، برلین که خب به زبان ایتالیایی مشخصا، دی ماوا میگه که دیوارش، دیوار برلین، grazie Dio که یعنی مثلا خدا رو شکر. این عبارت گراتسادیو یا گراتسادیو که توی پرتغالیات من خودم شنیدم، حالا نمیدونم درست تلفظ میکنم یا نه، ولی میشه خدا رو شکر، همون در واقع گوتزایدن که آلمانی خودمون، حالا این به ایتالیایی یا به مثلا زبانهای رومی بیشتر، از گوت زایدانک هستش، خدا رو شکر به آلمانی میشه گوتزایدانک. اوندن هم بیا میگه چی؟ was ist los؟ میگه چه خبره؟ چی شده؟ was ist los یعنی که مثلا چه خبره؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ میگه am Abend haben wir dann in einer Pizzeria die Bilder aus Berlin im Fernsehen gesehen. میگه شبش ما بعدش توی یکی در واقع پیتزا فروشی، پیتزریا میشه همون پیتزا فروشی دیگه، اونجایی که پیتزا عرضه میکنن میپزن و رستوران. میگه بعد توی شبش توی پیتزا فروشی یه سری تصاویر از برلین در تلویزیون دیدیم. im Fernsehen میشه در تلویزیون. بیلد aus Berlin میگه که یه سری تصاویر از برلین در تلویزیون دیدم. Erst dann haben wir verstanden، که بعدش اونجا تازه بود که فهمیدیم. Erst اینجا میگه مثلا تازه اونجا مثلا فهمیدیم، میگه تازه توی پیتزریا فهمیدیم که چه اتفاق افتاده و دیگه DDRی وجود نداره. زو verstanden هم گذاشته فعل verstehen هست بچه‌ها. verstehen یعنی متوجه شدن، درک کردن. میگه تازه اون موقع درک کردیم، متوجه شدیم که چی شده. خب اینم از این تکست خیلی جالبه که خوندیم راجع به اینا. پس فهمیدیم که در از 9 تا 10 نوامبر 1989 دیگه این دیوار برلین جمع میشه و آلمان متحد میشه و اون تاریخ در واقع به die Einheit Deutschlands معروفه. Einheit Deutschlands یعنی اتحاد آلمان، که بعد از این همه سال کشمکش و رنجی که واسه مردمش داشت نهایتاً این تموم میشه و دیگه آلمان متحد میشه و آلمانی که ما الان میشناسیم دقیقاً میتونیم بگیم بیشتر از بعد از اون دوران هستش که انقدر پیشرفت کرده و انقدر برجسته شده در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کلاً کیفیت زندگی در کشور اروپایی و کل دنیا. Okay Leute, das war's und jetzt haben wir Aufgabe 2. Du میگه که arbeiten Sie zu zweit, lesen Sie die Texte und machen Sie Notizen zu den Personen. میگه که تکست‌ها رو دو نفری مثلا حالا با هم کار کنیم بخونین، بعد میگه یه سری نوشته و نوتیت راجع به هر شخص بنویسین که مثلا این سوالا رو بهتون باش جواب بدیم. میگه که wo waren die Personen، این اشخاص کجا بودن. خب داوید که میگه noch nicht geboren، خب داوید که اصلا به دنیا نمیاد، به موتاش بود کجا، توی وست برلین بود دیگه. آره موتا بود که میگیم که این وست برلین، مادرش توی برلین غربی بود. Und danach haben wir خانم کریستا، که کریستا با این اوست برلین، also کریستا رو مثلا بخوایم بگیم کریستا این اوست برلین
همینجا وسط نوتیس من دارم می‌نویسم دیگه، شما میتونید کامنت بنویسید. Und dann حالا آرنو هم که این ایتالیان وار. آرنو mit seiner Freundin. آرنو با دوست دخترش توی ایتالیان بود. also این ایتالیان. اینم از این سنف. اینا اصلا جای مختلفی بودن کلا. so بعد میگه که was haben Sie an dem Tag gemacht؟ میگه اونا در اون روز چیکار میکنن. خب داوید که میگیم که noch nicht geboren، داوید به دنیا نیومد و مادرش که رفته بودن به در واقع دم دیوار که میتونیم بگیم که موتا ایست zur Mauer gegangen، میتونیم بگیم اینجوری، میتونیم بگیم die Mutter ist zur Mauer gegangen. و واسه کریستا میتونیم بگیم که کریستا war zu Hause، کریستا خونه بود دیگه، und sie hat geschlafen، داشت میخوابید. Arno war mit seiner Freundin in Italien، sie haben sie waren einkaufen gegangen. so خب واسه اینس که میگیم داویدز موتر ist zur Mauer gegangen، مادر داوید که به دیوار رفته بود. zwei کریستا hat geschlafen، کریستا خوابیده بود. und drei Arno ist einkaufen gegangen، و آرنو به خرید رفته بود. خب اینم واسه این سه نفر کاری که اون موقع در زمان فرو ریختن دیوار برلین داشتن انجام میدادن. و توی تمرین دقیق داره به اون میگه که was haben Sie oder ihre Eltern oder Großeltern 1989 gemacht، میگه که در واقع شما والدینتون یا پدر بزرگ مادر بزرگتون در سال 1989 چیکار میکنن. خب ما اینجا جمله خودش رو بخونیم. نوشته که ich war noch nicht geboren، میگه من اون موقع هنوز به دنیا نیومده بودم. meine Eltern haben in Rom gelebt und als Lehrer gearbeitet، میگه والدین من در روم زندگی میکردن. گلبت گذاشته فعل لبن، گفتم بهتون کم پیش. und als Lehrer gearbeitet، و میگه با عنوان معلم کار میکردن. meine Großeltern waren، این میگه در واقع پدر بزرگ مادر بزرگ من بودن در حالا کجا، هر جا که هست. so خب خودمون هم بخوایم بگیم که من خودم به دنیا نیامده بودم اون تاریخ، میتونم بگم که ich war noch nicht geboren und meine Eltern waren in unserer Heimatstadt im Iran. ما که تو ایران بودیم و خب خیلی این واقع تاثیر رومون نذاشته، نمیتونیم بگیم که موثر بوده. با این حال تاثیر مهمتره به نظر من، قبل از اینکه بخوایم دو جمله خودمون بگیم، من دوستان نظرم راجع به این موضوع بهتون بگم و خودتون بگید که چی فکر میکنید. به نظر من مهمترین تاثیر فروختن دیوار برلین این بود که خب آلمان به یک کشور قطب اقتصادی و مهاجرتی اروپا تبدیل شد یه جورایی بعد از این داستان، و باعث شد که خیلی از ایرانیایی که دنبال مهاجرت بودن به آلمان مهاجرت بکنن و آلمان براشون یک کشور فوق‌العاده ایدئالی بشه برای زندگی و مهاجرت. و این خب یکی از دقیقاً مهمترین چیزایی است که راجع به فروختن دیوار برلین ما باید به عنوان یک ایرانی که حالا زبان آلمانی رو بلدیم یا قصد مهاجرت به آلمان داریم بدونیم که این دقیقاً تاثیر بسیار زیادی رو گذاشت روی چیزی که الان آلمان هست. So, was Leute ihnen als ein? Okay, Leute, ich war auch noch nicht geboren. میگه من هم موقع به دنیا نیامده بودم. aber meine Eltern haben in meiner Heimatstadt gelebt. میگم والدین من در شهر مادریم زندگی میکردن. so Heimatstadt بچه میشه شهر مادری. اینو بهش دقت بکنید که وقتی میخوایم بگیم شهر مادری از این عبارت استفاده میکنیم. بریم برای صفحه بعدی. دیگه اینجا چیزی خاصی نداره، اینو برام صحبت کردیم. هم hier schon mal einen Film، میشه فیلم lesen Sie den Text und sehen Sie den Film an. میگه تکست رو بخونید و فیلم رو ببینید. خب متأسفانه فیلمش رو نداریم، ولی اینجا نوشته که ویدیو گشیشتن، یعنی داستان های ویدیویی. گشیشتن بچه میشه داستان ها، stories können wir sagen oder sowas. und نوشته که خب اینجا یه چیزیه که انگار مثلا از یک ویدیوی مداربسته انگار گرفته شده از ساعت 12:30 تا ساعت 1:20. خب اینجا نوشته که Sie haben Sie auch schon welche gesehen، میگه مطمئنا شما خودتون یه چند تایی اینا رو مثلا دیدید. زیشا میگه مطمئن اسم مثلا با اطمینان داره میگه. ولشا میگه مثلا یه چند تایی رو، حالا چند تایی از اینا رو داره میگه، حالا یه چیزی که داره مطرح میکنه. ویدیو Überwachungskameras میشه دوربین های مداربسته. ویدیو Überwachungskameras کل این عبارت میشه دوربین های مداربسته. بچه‌ها اینجا نوشتم براتون. میگه gibt es fast überall، میگه این تقریبا همه جا وجود دارن. überall میگیم همه جا، میگه همه جا تقریبا دوربین های مداربسته وجود داره. Sie machen jeden Tag 24 Stunden lang Videobilder، میگه اونا روزانه 24 ساعته یه سری تصاویر ویدیویی در واقع درست میکنن و آماده میکنن. so Stunde میگیم 24 Stunden میشه 24 ساعت و jeden Tag هم میگیم هر روز every day و ویدیو بیلد هم که گفتیم میشه تصاویر ویدیویی در واقع میسازن.
ضبط میکنن دیگه. میگه wir haben hier 6 Bilder aus einer Videokamera in der Stadt. میگه ما اینجا 6 تا عکس از در واقع یک در واقع ویدیو کامرایی در شهر داریم. این در Stadt میگیم در شهر. یه سری تصویر آماده کردی. Die Bilder erzählen 5 kleine Geschichten. میگه این عکس ها، این تصاویر 5 تا در واقع داستان کوچیک رو تعریف میکنن. ارتسلن بچه میشه تعریف کردن، فعل تعریف کردن هستش. tell kleine Geschichte میگه داستان های کوچکی رو در واقع تعریف میکنن. خب ما اینجا میبینیم که به چه صورت برای بخش بعدی سوال میگه که Video Geschichten sehen Sie die Fotos an und markieren Sie die Personen Sachen der 5 Geschichten und so. خب میگه عکس رو ببینید و اشخاص یا وسایل این 5 داستان رو هایلایت کنید که خودش حالا هایلایت کرده یه جورایی. و بعد توی بخش ب میگه wählen Sie eine Geschichte und schreiben Sie mit Ihrer Partnerin Ihrem Partner. میگه بعد حالا یه داستان انتخاب کنید برای در واقع بعد میگه با پارتنرتون مثلا بنویسین راجبش همچین چیزی، حالا مثلا راجبش داستان رو بنویسین. خب اینجا بچه‌ها میگم چون ویدیو رو نداریم نمیتونیم خیلی روی این ترم مانور بدیم، ولی یه سری داستانای مشخصی هست. مثلا اینجا خب یه سری اشخاص دارن میرن میان، مثلا به عنوان مثال اینجا یه خانومه که من فلش میکشم داره دوچرخه‌شو میذاره، داستان در واقع دستفاقات هستش. دوچرخه میمونه و یه مرده توی ساعت 1 و 10 دقیقه میاد میبردش، انگار دزده. بعد مثلا خانم میاد میگه دوچرخه من کوب هست. میبینی پس اینجا یک دزدی داره اتفاق میفته. اون چیزای دیگه مثلا هست که جالبه، ولی این دیگه رو با هم بخونیم، صرفا فعلاشو با هم کار بکنیم. دستفاقات، خب داستان دستفاقات یعنی داستان دوچرخه. فقط ابشتلن، خب در واقع دوچرخه رو پارک کردن. ابشتلن بچه میشه مثلا پارک کردن، گذاشتن. و وگن مثلا رفتن، وگن یعنی که رفتن دورش، مثلا پارک میکنی میری. فقط زین دوچرخه رو دیدن، میتونن با خود بردن. zurückkommen برگشتن، zurückkommen میشه برگشتن. weg sein میگه که مثلا دیگه نیستش، گم شدن. weg sein یعنی گم شدن. این دیگه دوچرخه‌اش گم شده بود دیگه. چیزی که هست geschenk dabei haben یعنی که یک هدیه رو با خود داشتن. dabei haben یعنی با خود داشتن. اما besuchen ملاقات کردن مادر بزرگ. mit Oma spazieren gehen با مادر بزرگ پیاده روی رفتن. خب این میتونه این عکس باشه دیگه، مشخصه. و شخصی که توی روی ویلچر میتونه اوماش باشه. و بعد داریم که این دیت، داستان یک دیت یا قرار. وارتن خب نوشتن براتون میشه ثبت کردن. آف دی او زن یعنی به ساعت نگاه کردن. این نخش قبل یک پیام نوشتن. بچا نخش به معنی پیام هستش، مسیج. توش پت کومن خیلی دیر رسیدن در واقع. خب این داستان این آقا هست و این خانمه اینجا که توی عکسای قبل‌ترش هم خیلی مرد منتظره، مثلا اینجا چیزی که هست. و لکام که میگم خوشمزه است، لکام میشه خوشمزه دیگه این عبارت. و نمیشه هونگا اون دورست هابل یعنی که گرسنه و تشنه بودن. هونگا بچه میشه گرسنگی، دورست میشه تشنگی. دونا اون کولا کاوفن در واقع کاو ترکی و نوشابه خریدن. دونا بچه میشه هم کاو ترکی، چیزی که تو آلمان به خاطر فرهنگ مردم ترکی که کلا وارد در واقع آلمان شدن، میتونیم بگیم که در دوران به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم خیلی این وارد فرهنگشون شده و خیلی چیزای ترکیه و مردم آلمان هم دوست دارن آردی. استن ترینکن خوردن و نوشیدن. خب اینم که هست، اینم در تو این کی میتونه باشه، راجبه کی میتونه باشه. خب میتونیم بگیم که راجبه اینا شاید هستش، حالا باز بعد ببینیم که بقیه‌اش چجوری. بعد نوشته که درک اینکاف یعنی خرید. اینکاف میشد خرید دیگه بچه‌ها، خرید روزمره. zum Supermarkt gehen یعنی که به سوپرمارکت رفتن. einkaufen خریدن. nach Hause gehen به خونه برگشتن یا به خونه رفتن. خب اینم که میتونیم بگیم مثلا این مرد است، vielleicht das weiß ich aber auch nicht aber یه کیسه اینگا داره مثلا رفته سوپرمارکت. das können wir sagen. اینم از این بخش دیگه شو کاری نداریم، خیلی اینجا دیگه چیز مهمی نداره چون ویدیو رو ندیدیم، خیلی نمیتونیم کاری بکنیم. تایل 3 رو هم فقط من براتون میخونم. نمیشه که پانتومیم spielen Sie ihre Geschichte میگه داستانتون رو بازی کنید. die anderen raten میگه داستان رو بازی بکنید که بقیه حدس بزنن مثلا این چیه. raten بچه‌ها میشه حدس زدن دیگه، اینو فکر می‌کنم قبلا خوندیم.
بعد اینجا نمیشه welche Geschichte ist das، میگه این چه داستانیه. ببینم از این و برای صفحه بعدی Magazin haben wir. Okay, so, hier haben wir 1, 2, 3 Sprecher. Lesen Sie den Text und sehen Sie das Diagramm an. میگه تکست رو ببینید و دیاگرام رو در واقع این نمودار یا چارت رو ببینید. Was hat Luis gemacht؟ میگه لوئیس چیکار کرده؟ Sprechen Sie mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner. میگه بعد با پارتنرتون صحبت کنید. So, haben wir und die Woche war vorbei. میگه و هفته تموم شد. Vorbei sein و چاونی اتمام و پایان ازش، میگه تموم شد هفته. اصلا میگم که das ist vorbei یعنی تمام شد. Das ist vorbei با فعل sein گفته میشه که اینجا ist شده. این مهمه. پس gestern hat Tante Lina angerufen. میگه دیروز خاله املینا زنگ زد. angerufen گذاشته فعل anrufen دیگه. بعد چی گفته؟ نمیشه نه لوئیس hat sie gefragt wie war deine Woche. بهش گفته خب لوئیس پرسیده که هفته چطور بود، یعنی که گفته خب لوئیس هفته چطور بود، میگه اینو پرسید. hat sie gefragt یعنی اینو پرسید. gefragt فعل fragen. بعد نمیشه viel zu kurz، میگه خیلی کوتاه بود. viel zu kurz یعنی خیلی کوتاه بود، زیادی کوتاه بود. habe ich geantwortet میگه که من اینجوری جواب دادم. geantwortet گذاشته فعل antworten. antworten. میگه was hast du alles gemacht؟ میگه تو چیکارا کردی کلا؟ بگم کلا چیکار کردی. alles اینجا مثلا میگه کلا، میگه کلا چیکار کردی. hat sie gefragt میگه پرسید. بعد میگه که eine Woche das sind 168 Stunden. میگه که یه هفته 168 ساعته. was ich da alles gemacht habe. میگه اون موقع مثلا خب نسبت به اون کلا چیکار کردم. das weiß ich nicht mehr. میگه خودم دیگه نمیدونم. nicht mehr یعنی که خودم دیگه نمیدونم. weiß فعل دانستن. oder doch میگه شایدم بدونم. oder doch یعنی که میگه شایدم بدونم، یعنی داره انکار میکنه چیزی که خودش گفته. ich habe nachgedacht میگه من فکر کردم. nachgedacht گذشته فعل nachdenken یعنی عمیق در واقع فکر کردن. nachdenken ist das verb. خودم فکر کردم که gerechnet und ein Diagramm gemacht. میگه gerechnet حساب کردم. gerechnet از فعل rechnen میاد که معنی حساب کردن، در واقع محاسبه کردن. اون این دیاگرام gemacht میگه برای این نمودار درست کردم. اون so war sie meine Woche میگه و اینجوری بود هفته من. so war sie یعنی که اینجوری بود هفته من. meine Woche. خب ببینیم که چیکار کرده. اول از همه از سمت به این جهت من شروع میخوام بکنم. نمیشه kochen essen. خب آشپزی و غذا خوردن 14 Stunden 14 ساعت به خودش اختصاص داره. Freunde, Familie, Hobbys, Sport etc. also diese اون so weiter میتونیم بگیم. حالا این به صورت اینجوری آورده میگیم که اون so weiter و غیره. اون so weiter میتونیم بگیم معادل این هست و میگه و غیره. چیکار کرده؟ خب Freunde دوستان، فامیلی خانواده، هوبیز اوقات فراغت، اسپورت ورزش. میگه اون اینترنت و مدین. میگه بدون اینترنت و مدیا یعنی بدون که بخواد اون ساعت اینترنت و رسانه رو حساب کنه. 29 Stunden. Hausarbeit, einkaufen, Körperpflege und so weiter. خب میگه که مثلا کار خونه Hausarbeit، einkaufen خرید کردن، Körperpflege یعنی مثلا مراقبت از بدن و به خود رسیدن و این جور داستانا. خب 16 Stunden 16 ساعت. اینترنت مدین گیمز und so weiter اینترنت رسانه بازی و اینا 18 ساعت. arbeiten کار کردن 35 ساعت. schlafen 49 Stunden 49 ساعت. و در نهایت هم sage ich nicht چیزی که میگه من نمیخوام بگم sage ich nicht یعنی نمیگم. privat میگه خصوصیه. privat Datenschutz یعنی که میگه چیز خصوصی و Datenschutz یعنی در واقع دیتا سیفتی براش یه جورایی نمیخواد که بگه. میگه 7 Stunden کاری که نمیخواد بگن که 7 ساعته. پس این چیزی که انجام داده. so اینجا خودش مثلا گفته که لوئیس hat letzte Woche 49 Stunden geschlafen. لوئیس هفته پیش 49 ساعت خوابیده. geschlafen گذاشته فعل schlafen لایت توی اون صفحه قبل ترام داشتیم که کریستا خوابیده بود. das sind ungefähr 7 Stunden میگم تقریبا 7 ساعته. ungefähr میگم تقریبا که ادورب معنی تقریبا میگه تقریبا یه 7 ساعتی هست. 7 ساعتی در طول روز هستش. میگه 7 Stunden pro Tag. pro Tag میگه در طول روز به ازای روز. das finde ich normal میگه به نظر من نرماله. میگه یا ich schlafe nur 6 Stunden. میگه آره مثلا منم 7 ساعت میخوام یا همچین چیزی. حالا که داره مثلا میگه که نه اینجوری نیست، مثلا نرمال نیست و بهتر بیشتر باشه. اینجا نظر من میتونیم بگیم دیگه. مثلا اینجا بگیم که zum Beispiel also 14 Stunden pro Tag pro Woche Entschuldigung für Kochen und Essen ist okay. مثلا
4 واسه آشپزی و غذا خوردن اوکی. Oder 29 Stunden pro Woche für Freunde, Familie, Hobbys und so ist auch okay. نه مثلا اوکیه. دیگه اینجا هر نظری که میتونی راجبش داشته باشی. مثلا بگیم که 35 ساعت کار کردن تو هفته مثلا باز نرمال، ولی میتونه بهتر و بیشتر باشه. این جمله رو هم بنویسیم مثلا 35 Stunden arbeiten pro Woche kann auch mehr oder weniger sein. Das hängt von der Person ab. میگیم که چی 35 ساعت کار کردن در طول هفته میتونه همچنین بیشتر یا کمتر باشه. این کاملا به اون شخص بستگی داره. خب بچه‌ها اینجا میگیم که میا یعنی بیشتر، ونیگا یعنی کمتر. به اینا دقت بکنین. میا بیشتر و ونیگا کمتر. این چیزیه که اینجا باید بهش دقت بکنیم. و اینکه اینجا میگه das hängt von der Person ab یعنی که این به شخص بستگی داره. بچه‌ها این عبارت رو یاد بگیرید، خیلی کاربردیه. وقتی میخواید بگید بستگی داره کلا اینو بگید. مثلا بستگی به شخصش داره میگیم که das hängt von der Person ab. فعل abhängen هستش. فعل abhängen معنی بستگی داشتن و بسته بودن و فعل دو قسمتی هم هست hängt ab. und so با حرف اضافه فعلا بچه‌ها میداره. این گرامر خیلی بخش آینس سطح آینس نیست. واسه سطح بعدی راجبش صحبت می‌کنیم که چه فعلی با چه حرف اضافه‌ای ممکن استفاده بشه و در کل بدونید دیگه به این فرمت گفته میشه. و همین اینم برای این تیکه. حالا اینجا خودش گفته که برای بخش بعدی مثلا گفته که پروژه ihre Woche machen Sie ein Diagramm. خودتون هفته خودتون یک نمودار ترسیم کنید که چیکار می‌کنید. مثلا arbeiten Sie in Gruppen, legen Sie Ihre Diagramme auf den Tisch und erzählen Sie welches Diagramm passt zu wem. میگه که با هم تو گروه کار کنید و در واقع نموداراتون رو بذارید روی میز auf den Tisch und erzählen Sie و تعریف کنید welches Diagramm passt zu wem. میگه که چه نمودار واسه کیه که اینجا خب میگه مثلا میتونید بگید مثلا اینجا گفته ich brauche viel Schlaf میگه من به خواب زیادی احتیاج دارم. brauche فعل نیاز داشتم بود دیگه. و میگه که ich schlafe 56 Stunden pro Woche میگه من 56 ساعت در هفته میخوابم. و میگه das ist hier dein Diagramm. oder مثلا حدس بزنید میگه مثلا در بهش صحبت بکنید. زولوته اینا برای این صفحه کوتاه بود. واسه بریم صفحه بعدی نکست سایت این قسمت نوشته که 2125 Willkommen in der Zukunft 2125 به آینده خوش آمدید. سو بچه‌ها ویلکام میشه خوش آمدید. این در Zukunft میگه به آینده یا در آینده. Zukunft هم معادل واژه فوتوا هستش به معنی آینده. خب اینجا تمرین بهمون گفته که hören گوش دادن sehen Sie das Bild an میگه عکس رو ببینید lesen Sie und hören Sie بخونید و گوش بدید و sagen Irene und Bordeaux über das Leben heute میگه آیرین و بوردو راجع به زندگی امروز چی میگن. notieren Sie میگه یادداشت کنین. خب بریم که چی نوشته بعد گوش بدیم. این قسمت خیلی جالبه. خب این رباتن یه جورایی نوشته که زیزین سایبورگز اونا سایبورگز هستن سایبورگ ها هستن. زی هایستن آیرین و بوردو میگه اونا اسمشون آیرین و بوردو هست. اون زی لبن im Jahr 2125 اونا میگه در سال 2125 زندگی میکنن. زیزین تشنیش پرفکت میگه اونا از واسه تکنولوژی پرفکت هستن. تشنیش اینجا بچه‌ای که ادورب میتونیم بگیم هست. پرفکت بی نقصن مثلا حرف ندارن. aber leider wissen sie fast nichts über die Vergangenheit. اما میگه متاسفانه اونا تقریبا هیچ چیزی راجع به گذشته نمیدونن. wissen فعل دونستن fast nichts یعنی تقریبا هیچی. nichts هم خب منفی میکنه دیگه میگیم هیچی. über die Vergangenheit میگه راجع به گذشته که اینجا براتون نوشتم مثلا یعنی متاسفانه راجع به گذشته هیچی نمیدونن مثلا تو ولی خیلی مدرن و قویه. zum Beispiel über uns und unsere Zeit میگه با ما مثلا راجع به ما و زمان ما. hören Sie میگه گوش بدید. was sagen die beiden میگه که گوش بدید میگه این دوتا چی میگن. die beiden میگه این دو نفر این دوتا مثلا این دوتا. so یه سری سوال اینجا حالا آورده که قبل اینکه گوش بدیم ترجمه نمیدونم بخونیم و بعد حین گوش کردن جوابشون بدیم. نمیشه که welche Verkehrsmittel hatten die Leute میگه که چه وسیله حمل و نقلی آدما داشتن یا مردم داشتن. Verkehrsmittel میشه وسیله حمل و نقل. hatten die Leute میگه مردم مثلا داشتن. چه وسیله نقلی هر مردم داشتن. was haben sie gegessen میگه چه چیزی میخوردن. wie viele Menschen haben in dem Land Facebook gelebt میگه چند نفر در کشور فیسبوک زندگی میکردن. چند انسان چند نفر از مردم در فیسبوک زندگی میکردن. خب این فیسبوک خیلی شبیه فیسبوکه ولی اینجا انگار مثلا یه کشور این لند اینجا میگه مثلا یه کشور بوده. حالا ببینیم که چیه در از هوگن بیا.
Magazin. Hören. Oh, wir Cyborgs sind so super. Ja, genau, Irene. Unsere Welt ist perfekt. Wir sind ja zum Glück schon im Jahr 2125, Bordeaux. Ich glaube, früher war es nicht so toll wie jetzt. Ja, wie war denn das vor 100 Jahren? Wie haben die Menschen da gelebt? Was haben sie gemacht? Ich weiß nicht. Ich glaube, sie sind manchmal einkaufen geflogen. Wie denn? Sie hatten Autos oder so. Aha. Und was haben sie gekauft? Ich denke, sie haben Müsli gekauft. Sie haben immer Müsli gegessen. Müsli? Was war das denn? Ich weiß nicht. Aber ich habe das mal gehört. Und ich habe gehört, 2 Milliarden Menschen haben in einem Land gelebt. Oh, so viele. Wie hat das Land geheißen? Ich glaube, es hat Facebook geheißen. Facebook? Uah. Ich glaube, ich möchte nicht in Facebook leben. Okay. So Leute, das haben wir gehört und die Antworten sind so. خب سوال اول ورش فرقی از میتل hatten die Leute میگه که چه وسیله حمل و نقلی مردم داشتن. میتونیم بگیم که die Leute hatten Autos. اینجا براتون روبروش نوشتم میگیم که آدما ماشین داشتن. خودشون گفتن ماشین دیگه، حالا آتو گفتن که خب میگفتن مثلا پرواز میکنن با این ماشینه که عجیبه واقعا. میگه was haben sie gegessen، چه چیزی میخورن؟ میگیم sie haben immer Müsli gegessen. همیشه موزلی میخورن، گرانولا میخوردن، چیزی که من خودم خیلی دوست دارم. بعد میگه که wie viele Menschen haben in dem Land Facebook gelebt، میگه چند نفر آدم توی کشور فیسبوک زندگی میکنن. خب که 2 میلیارد نفر بود دیگه، میگیم 2 میلیارد Menschen haben in Facebook gelebt. و خب میلیارد هم کلمه فمینینی هست و یه چیز خیلی جالبی بود در رابطه با حالا زندگی آینده و زندگی رباتیک و مجازی آینده داشت میگفت یه جورایی. و این فیسبوک هم خیلی شبیه فیسبوک حالا بماند، ولی در کل چیز جالبیه. همین برای بخش بعدی اینجا شغیبن نوشته که شغیبن sie einen Brief an Irene und Bordeaux wie ist das Leben heute. میگه یک نامه برای آیرین و بوردو اینجا نوشته، حالا بماند. میگه بنویسین wie ist das Leben heute، میگه که زندگی امروز چگونه است. میگه بعد wählen Sie 3 Themen und machen Sie Notizen. میگه بعد مثلا با 3 تا موضوع انتخاب کنین، راجع بهش سری نکات بنویسین، سری نوت برداری بکنین. خب مثلا اینجا یه سری واژه بهمون داده که اینجا معنیمون مهماش بهتون گفتم. هوبیس خب همون سرگرمیاست، فست، جشن‌ها، رایزن، سفر، استن، غذا و اینجور داستانا. فامیلی مثلا خانواده است و اینا که مشخصه. میگه اینا مثلا انتخاب کنین باهاش بنویسین و مثلا واسهشون توضیح بدین که زندگی و الان واقعا چه جوریه، من که از اون اشتباه در بیان یه جورایی. که اینجا چیز خاص نداره. اینجا من بهتون بگم schreiben Sie den Brief بخش ب، میگیم اینا رو بنویسین. نمیشه که hallo Irene, hallo Bordeaux, so lebe ich im Jahr مثلا zum Beispiel 2 چه سال زندگی میکنیم از تو سال 2026 دیگه، im Jahr 2026 in der Freizeit spiele ich مثلا spiele ich zum Beispiel Computerspiele. مثلا توی وقت آزادم مثلا بازی کامپیوتری انجام میدم. اون zum Beispiel und گیتار، مثلا گیتار میزنم. حالا کاری که میکنید دیگه. Ich esse gerne zum Beispiel چه چیزی میخورم، خیلی دوستم بخورم. Ich esse gerne zum Beispiel Sandwich und Reis، مثلا برنج، ساندویچ، حالا هر چیزی که هست تو اینجا خودتون کامل کنید. اون ایا میگه به شما ها wie lebt ihr im Jahr 2125 viele große با احترامات فرما. میگه شما چطور، شما در سال 2125 چگونه زندگی میکنید. که این یه چیزی که حالا میتونید طرح بکنید و بپرسین از اون اشخاص. این تمرین رو حتما انجام بدین، توی کامنت حتما برام بنویسین، خیلی خوشحال میشم ببینم. حتما
نظرمو بهتون میگم راجبش و برای بخش بعدی نهایتاً Film nötig sind sie den Film an, notieren Sie, was hat Martin am Samstag gemacht, wer hat die meisten Aktivitäten notiert. میگه که فیلم رو ببینید، علامت بزنید. میگه که مارتین در روز شنبه چیکار کرد. میگه که چه کسی بیشترین میزان اکتیویتیت هایی که مثلا مارتین انجام داده رو یادداشت کرده. اکتیویتیت ها میگیم فعالیت ها. خب میگه مثلا کی بیشتر از همه یادداشت کرد و حواسش به فیلم بود، یعنی اینجوری. و بخش zweite میگه اون ihr Samstag war شنبه شما spielen Sie im Kurs und machen Sie ein Videotagebuch. میگه و شنبه شما چطور؟ میگه که توی کلاس بازی بکنید و یک در واقع ولاگ روزانه خودتون بگیم. ویدیو تاگبوخ میگه من ولاگ روزانه مثلا بگیرید. حالا اینجا ویدیو داره نمیشه nicht nur für Cyborgs interessant was hat Martin am Samstag gemacht. میگه که نه فقط برای سایبورگ ها جذابه بلکه میگیم که مثلا کلا مارتین شنبه چیکار کرده. خب این ویدیو داره، ویدیوشو ببینیم و به این سوالا جواب بدیم. Mein Tag. Hallo, hier ist Martin. Heute ist Sonntag und hier kommt mein Videotagebuch von gestern. Gestern habe ich bis 9:30 Uhr geschlafen. Dann habe ich Croissants gebacken und die Zeitung geholt. Dann habe ich Kaffee gemacht. Von 10 bis 11 habe ich gefrühstückt und Zeitung gelesen. Von 11 bis 1 habe ich meine Wohnung aufgeräumt und sauber gemacht. Um 1 habe ich Silvia angerufen. Um 2 haben wir uns im Rosengarten getroffen. Von 2 bis halb 5 haben wir einen Spaziergang gemacht. Wir haben miteinander geredet und wir haben am Kiosk jeder ein Glas Wasser getrunken. Später haben wir dann fürs Abendessen eingekauft. Von 6 bis halb 7 haben wir zusammen gekocht. Um halb 7 haben wir zu Abend gegessen. Danach haben wir 2 Stunden Jenga gespielt. Das hat Spaß gemacht. Tja, Leute, das war mein Samstag. Gemütlich, oder? Und was habt ihr so gemacht? Erzählt doch mal. Hm? hat bis 9:30 Uhr geschlafen. خب اولین کاری که کردیم بود که ساعت 9:30 از خوابیده شد، یعنی تا 9:30 خواب بود. Croissants gebacken, Zeitung geholt، برایش این کاری بود که انجام داد، یعنی کروسان پخت و روزنامه‌شو گرفت از دم در. بعد hat er schon mal Kaffee gemacht، بعدش که قهوه درست کرد. این تیکه بچه‌ها بعدش که میگفت که hat schon mal von 10 Uhr bis 11 Uhr gefrühstückt، از ساعت 10 تا 11 صبحونه خورد. Dann hat er also Zeitung gelesen، بعدش هم که دیگه خب در واقع روزنامه خوند. این تیکه بعدش هم که also von 11 bis 1 Uhr aufgeräumt und sauber gemacht und so weiter. خب فعالیت‌های بعد از ساعت یکشون من اینجا عمدن ننوشتم که شما خودتون توی چت و توی در واقع کامنت برای من بنویسین که بقیه کارهایی که مارتین انجام داده بود چجوری بودن، چه کارهایی بودن و برام کامل جمله‌شو بنویسین با همین فرمت hat مثلا sowas gemacht و hat مثلا فلانی angerufen و اینا، و جمله‌تون کامل با اون زمانی که اگه خودش مطرح میکنه بنویسین توی کامنت برای من و من همه رو چک میکنم و بهتون ریاکت نشون میدم. این تمرینی که اینجا براتون در نظر گرفتم. خب بچه‌ها اینم از این تیکه و تمرین دوم که بهتون گفتم دیگه چیز خاصی اینجا نداره و اینم از این ویدیو. امیدوارم که از این آموزش هم لذت برده بوده باشین و اینکه اینم تموم شد، این آموزش هم که تا الان با هم دیگه داشتیم
مثل همیشه ممنون میشم که با لایک کردن، کامنت گذاشتن، شیر کردن و سابسکرایب کردن کانال کمک بکنید تا افراد بیشتری از این آموزش‌های رایگان استفاده بکنن. بازم ممنونم به خاطر تمام پیام‌های محبت آمیزی که بهم دادین. قرار هست که بعد از این دوره که دیگه با این ویدیو کاملا به پایان میرسه، یعنی دوره آیکه که مومنتر ما کامل با هم بستیم، من در کانال براتون یک سری در واقع پادکست ها و محتوای آموزشی دیگه رو بذارم. یک سری قراره که متن‌هایی رو به صورت پادکست براتون ضبط بکنم و توی کانال بذارم که گوش بدید، متناسب با سطح‌های مختلف، حالا A1 A2 B1 حتی، و این پادکست ها رو میتونید گوش بکنید. سعی می‌کنم با کیفیت بهتر اینا رو از لحاظ صدا ضبط بکنم که شما اینا رو بتونید گوش بکنید. حتما موضوعات مختلف همراه با تکست خواهد بود 100%. و البته که موضوعات دیگه اگه خودتون دوست دارید حتما بهم بگید که من بتونم اینا رو براتون بذارم و شما هم استفاده بکنید. در صورت داشتن هر گونه پیشنهاد، انتقاد و یا ارتباط با من، رزرو کلاس و یا تهیه دوره‌های دیگه آموزشی، حتما به آیدی من توی پیام‌رسان بله پیام بدین و با من در ارتباط باشین. Danke sehr Leute fürs Zuschauen. Wir sehen uns und tschüss. Auf Wiedersehen.